وجماله إعجازه وحروفه وكماله الوحي جاء به إلى محبوبنا والكون عاد هداه عاد جلاله والكون عاد هداه عاد جلاله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والصلح خير. صدق الله العظيم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. همه شما عزیزان را به برنامه پیام‌های قرآنی خوش آمدید میگویم. با پیامی از پیام‌های قرآن که الله سبحانه و تعالی در سوره نساء در آیه 128 می‌فرماید: والصلح خیر. آنهایی که دین مبین اسلام را دین جنگ، دین وحشت، دین قتل و کشتار به دنیا معرفی می‌کنند، از این پیام قرآن غافل ماندند. این پیام قرآن هست: و صلح خیر، صلح بهتر است. الله سبحانه و تعالی پیرامون صلح و جایگاه صلح آیات زیادی و رسول صلی الله علیه و سلم احادیث زیادی برای امت اسلامی ارشاد فرمودند. این آیه مبارکه که الله سبحانه و تعالی می فرماید و الصلح خیر در سوره نساء است. در این آیه مبارکه یک لطیفه هست خیلی جالبه. الله سبحانه و تعالی بحث پیرامون مسئله زوجین هست، پیرامون زن و شوهر هست و همچنین وقتی میگه در میان همدیگر صلح بهتر هست و این نکته هم در سوره نساء بیان شده. خیلی نکته ظریف و جالب و مهم است. الله سبحانه و تعالی می‌فرماید و الصلح خیر. این پیام قرآن هست، پیام کتاب مبارک، پیام قرآن. خیلی از مشاکلی که ما در بین جامعه می‌بینیم که بعضی فکر میکنن که شاید هیچ راه حل نداشته باشه، همه مشاکل با گفتگو حل میشه. الله سبحانه و تعالی در آیه دیگر میفرماید و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها این یریدا اصلاح. اگر کسی خواهان صلح باشه، الله سبحانه و تعالی راههای صلح را فراهم کرده. اگر کسی بخواه که صلح بین زن و شوهر بیایه، اگر کسی میخواه که صلح بین دو خانواده بیایه، بین دو اقوام بیایه، بین دو کشور و دو مملکت و بالاخره الله سبحانه و تعالی راههای صلح
برای ما بیان کرده. میفرمایه اگر بین زن و شوهر، یعنی کسانی که خشت اول زندگی را گذاشتن، اگر دوچار اشکال شدن و مشکلی پیش آمد و اینها ترسیدن که در آینده دوچار مشکلات بیشتری نشوند، چه کار باید کرد؟ اینها باید از بین یک نفر از طرف داماد و یک نفر از طرف عروس، یک نفر از طرف زن یا یک نفر از طرف مرد، انسانهای عادلی این دو نفر انتخاب بشن، بیاین مشکلات و مشاکلی که بین زوجین پیش آمده بررسی کنن. ادامه آیه میفرمایه این یوریدا اصلاح، کسانی باشن که اراده صلح داشته باشن، نیت خیر داشته باشن. پس الله سبحانه و تعالی در این آیه که میفرمایه و الصلح خیر، صلح بهتره. جنگ، دعوا، اینها به نفع نیست، اینها خیر نیست. و الصلح خیر، صلح خیر هست. الله سبحانه وتعالی در آیه دیگر میفرمایه لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس. وقتی کسی بخواهه در بین همدیگر در یک محفل و مجلس به اصطلاح نجوا کنه، یعنی بین گوش همدیگر حرف بزنه، در این خیری نیست. اما نجوا چی وقت جایزه؟ وقتی که انسان سخن نیک بگه، یا اینکه او اصلاح بین الناس، هدفی صلح باشه بین مردمان. اگر هدف تو صلح هست، حالا نجوا هم داشته باشی، آهسته هم صحبت بکنی، با گوش هم دیگر هم حرف بزنی، اشکالی نداره. این جایگاه صلح نشان میده. شما ببینید در آیه ابتدای سوره انفال یسألونک عن الانفال، وقتی از غنائم سوال میکنن از رسول کریم صلی الله علیه و سلم، یسألونک عن الانفال، از غنائم وقتی سوال میشه و پرسان میشه، الله سبحانه و تعالی مباشر و مستقیم جواب نمیده که غنائم از کی هست و به کی تعلق میگیره. در ابتدای سوره الله سبحانه و تعالی اول اشاره و پیرامون صلح صحبت میکنه. خیلی مهمه. این آیه چی پیامی را میرسانه؟ یسألونک عن الانفال، سوال میکنن از انفال، از غنائم. الله سبحانه تعالی میفرماید قل الانفال لله والرسول، بگو این غنائم تعلق به خدا و پیامبر میگیره. فاتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم، از غنائم سوال میشه، الله تعالی اشاره میکنه به صلح. آیات بعد میایه که غنائم چی هست و چگونه و به چی ترتیب و برای کی ارتباط میگیره. نکته اینجاست وقتی پیام قرآنی اینه که والصلح خیر، صلح بهتره، در این ابتدای سوره الله سبحانه و تعالی میخواد این را بفهمانه که ای مجاهدین، شما هر جا که قدم میگذارید قبل از همه تلاش کنید که صلح بیایه، دوچار جنگ نشوید، دوچار قتل، دوچار انسانها از بین رفتن. در ابتدا تلاش شما تلاش صلح باشه، چون اشاره میکنه که فاتقوا الله، بترسید از خدا، و اصلحوا ذات بینکم،
اولین چیز اینه که صلح بین شما باشه. پس قضیه صلح، قضیه آوردن صلح بین همدیگر، بین دو مسلمان، این قضیه بسیار مهمیه. این پیام را الله سبحانه و تعالی میفرماید و الصلح خیر. شما ببینید اشخاصی که بین زن و شوهر اختلاف می اندازن، یعنی او کانون گرم خانواده را به هم میزنن، الله سبحانه و تعالی چقدر اونها را مذمت کرده. حتی ساحر، بزرگترین کفری که از ساحر در قرآن بیان میشه که اینها چه کار میکنن با او سحر و ساحری خود؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقتی که میگه ساحر کافر هست، به خاطر که اولین کاری که ساحر انجام میده تفرقه میاندازه بین زن و شوهر. زن و شوهر را از هم دیگر جدا میکنه. و شیطان و ابلیس وقتی در حدیث بیان میشه که از ابتدای روز تا انتهای روز شیطان افراد خود را، ذریه خود را روان میکنه به خاطر اغوا کردن انسانها و گمراه کردن انسانها، وقت شب یک ذریه او و بالاخره جنود او، لشکر او میاین برایش گزارش میدن. یکی میگه من امروز یک کسی را وادار کردم که شراب نوشید، یکی زنا کرد، یکی دزدی کرد، یکی بالاخره هر کدام تقدیر میکنه اما تقدیر نامه نمیده، میگه کار خوب کردی، کار خوب کردی، کار خوب کردی. در حدیث میاره که یکی میایه میگه من از ابتدای روز که رفتم تا انتهای روز تلاش من این بود بین زن و شوهر اختلاف ایجاد کردم و سرانجام آنها را ضد هم دیگر قرار دادم و با بالاخره با کشمکش ها و اینها اول زبان جنگی و بعد دست بلند کردن سر همدیگر و سرانجام اینها را از همدیگر جدا کردم. یعنی تخم کینر بین زن و شوهر بذر کردم. شیطان اینجا این فردر از افراد لشکر خود را حتی میاره سر زانوی خود می نشانه، میگه کار اصل و اساس تو کردی. به اینه که الله سبحانه و تعالی میگه صلح بهتره. و این نکته اینجاست که این آیه مبارکه در جای بیان میشه که بحث پیرامون زوجین، زن و شوهر هست. الله سبحانه و تعالی میگه والصلح خیر، صلح بهتره برای شما. زندگی شما را صلح به تعالی و ترقی میرسانه. صلح مهر و محبت و صفا و صمیمیت را ایجاد میکنه. و همچنین در سوره نساء ذکر شده. در سوره نساء بحث پیرامون زوجین، الله سبحانه و تعالی این را که بیان کرده، چون سرمنشه اختلاف از کجا پیدا میشه؟ وقتی بین زن و شوهر اختلاف بود، اولادی که در او خانواده باشه، سرانجام این اولادها بزرگ میشن با کینه، با بغض، با عداوت، با دشمنی، با قساوت قلب. وقتی بزرگ شدن، چون جامعه کوچکی که اونها زندگی میکردن که عبارت از خانواده بود صلح ندیدن، بزرگ میشن هیچ وقت به فکر صلح نیستن، همیشه اختلاف میشه. بین زن و شوهر اختلاف شد، بین دو خانواده اختلاف میشه. بین دو خانواده اختلاف شد، بین دو قوم و قبیله اختلاف میشه. بین دو قوم و قبیله اختلاف شد، بین دو منطقه و دو شهر و دو دیار و بالاخره سرانجام به قتلها، به کشتارها میرسه. پس به این است که این پیام قرآن را فراموش نکنید.
الله تعالی می فرماید و صلح خیر، صلح بهتر است. همیشه در تلاش صلح باشید، همیشه در فکر صلح باشید. بین زن و شوهر صلح، بین دو برادر صلح، بین دو همسایه صلح، بین دو قریه، بین دو شهر و بین تمام امت اسلامی باید در تلاش باشیم که صلح بیایه. حتی باید صلح داشته باشیم با اونهایی که غیر مسلمان هستند ولی با اسلام و مسلمین دشمنی ندارن، حرب نیست، تصمیم جنگ ندارن. وقتی که کافر هم اگر جنگ نداشت، برای مصلحتی که امت اسلامی آرام باشه صلح باید کرد. صلح حدیبیه سرمشق زندگی است برای آنهایی که در طلب صلح هستند. پس این پیام قرآن را فراموش نکنید که و صلح خیر، صلح بهتر است. الله سبحانه و تعالی بین همه امت اسلامی، بین همه کسانی که اگر خدای نخواسته عداوت و دشمنی است، صلح قرآنی را، یعنی اون صلح که قرآن گفته، عنایت بفرماید. تا برنامه بعد، الله حافظ و نگهدار همه شما عزیزان و بزرگواران. والسلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.